حضرت علی از خواب خیست است، گفت یا ابوذر ما من عبد یقول لا اله الا الله محمد رسول الله ثم مات على ذلك الا دخل الجنه. هر بنده ای که لا اله الا الله محمد رسول الله میگه و اهل همین کلمه از دنیا میروه، این مرد داخل جنت میشود. حضرت ابوذر غفاری بسیار کنجکاو بود، بسیار ناترس بود. از همه زیادتر پیغمبر همین حضرت ابوذر سوال میکرد، گفت و این زنا و این سرق، اگر چند دزدی و زنا هم کرده باشه. حضرت گفت و این زنا و این سرق، اگر چی دزدی و زنا هم کرده باشه. حضرت میگه حیران شدم، با سوالش میکنه یا رسول الله و این زنا و این سرق، اگر چند دزدی و زنا هم کرده باشه. باز در جواب پیغمبر میگه و این زنا و این سرق، اگر چند دزدی و زنا هم کرده باشه. حضرت میگه طاقت نکرده بارش این با گفتم یا رسول الله و این زنا و این سرق. در جواب گفت و این زنا و این سرق علی رغم انف ابی ذر. گفت بله، اگر چند دزدی و زنا هم کرده باشه علی رغم انف ابی ذر. ابی ذر نمیخواد که خدای گناهی را ببخشه، نمیخواد که خداوند را داخل جنت کنه، لیکن اگر حتی همین آدم توبه کنه، توبهش اگر توبه صدقی باشه، توبه نصوح باشه، خداوند داخل جنتش میکنه. معنی گپی نیست که من لا اله الا الله محمد رسول الله بگم زنا کنم دزدی کنم بگردم. نه، نعوذ بالله، هیچ وقت این گپ این معنی را نمیته. معنی گپی است که یک آدم زنا کرد یا گناه کرد، دزدی کرد، بعدا اصلاح شد، توبه کرد، در چارچوبه لا اله الا الله محمد رسول الله داخل شد. اگر خدای بزرگ همین بنده را به فضلش بگیره، گناهاش هم ببخشه، یک روز داخل جنتش میکنه. دیگه از او زینای کردگیش و از دزدی کردگیش سوالش نمیکنه. اما اگر به عدلش بگیره، همون موافق جنایت کردگیش جزاش هم میبینه، چند ساله باشه، بعدا البته داخل جنت میشه و مادام که اهل لا اله الا الله هست. به این معنی اومده است. خدا نگه بداره که او گناه کبیره مثل دزدی و مثل زنا چی مقدار مهلت داشته باشه. در آیات قرآن اومده است حکم میگه خداوند، احقاب لابثین فیه احقابا. حکمش در تفسیر اومده است 80 سال، بعضی‌ها حتی گفتن 100 سال. این حکم پشت حکمش چقدر خدای تعالی خودش میدونه. زمان خاطر بسیار مغرور نشوه. اون مردمی که متاسفانه از عبادت خدا دور هستند، متاسفانه امروز نماز نمیخونن، نه که دعوا میکنن که ما اهل لا اله الا الله هستیم، روزشون هم میخرن میگن که ما اهل لا اله الا الله هستیم. و فراموش نکنه وقتی که اهل لا اله الا الله میگیم، کسایی را ما در نظر داریم که خواهیم استوار استودیان در لا اله الا الله، از چارچوبه لا اله الا الله محمد رسول الله خارج نشدن. یا شاید اهل لا اله باشن، اهل لا اله الا الله نباشن. در این اهل لا اله همون کمونیستا و اتئیستا هم داخلن. همون خونه سوخته ها میگن لا اله، خدا نیست، پادشاه نیست، خاک نیست، بلا نیست. همه اتئیستا هم میخوان میگن که لا الهش اتئیستا هم میگن. به الله شخص مؤمن شماریده نمیشه. حضرت علامه اقبال قصه روسیه را کرده است، روسیه بلشویکو را. همون وقتی که بلشویکو در روسیه سر قدرت اومدن با سرداری لنین، علامه اقبال زنده بود. بعد میره شرح میده که سببش چی است. همچنان بینی که در عهد فرنگ بندگی با خواجگی آمد به جنگ، روس را قلب و جگر گردیده خون، از ضمیرش حرف لا آمد برون. در عهد فرنگ میگه در همین زمان فسق و فساد اروپایی، روسا را قلب جگرش خون شد، بیزار شدن، از دهنشو گپ لا برومد. آن میزان کهنه را برهم زده است، تیز نیش بر رگ عالم زده است. کرده ام اندر مقاماتش نگه،
لا سلاطین، لا کلیسا، لا اله. وقتی میگه خشوع تحقیق کردم که لای عروسا چی باشه، لای اینا لا سلاطین، لا اله، لا کلیسا، یعنی که نیست بود پاچا، نیست بود کلیسا، نعوذ بالله نیست الله. این لای روسا و بلشویکا همی است. لا اله هن اینا، الا الله ندارن. فکر او در تندباد لا بیماند، مرکب خود را سوی الا نراند. این بیچاره در همین لا اله رست شید. اندکی دیگه از پیشتر نراند که الا الله بگه، مگر الله. ایشا نگفت. فکر او در تندباد لا بیماند، مرکب خود را سوی الا نراند. آیدش روزی که از زور جنون، آیدش روزی که از زور جنون، خیش را زین تندباد آرد برون. من باور دارم گفت که یک روز نه یک روز از همین تندباد، از همین گرداب خچه خلاص میکنم، از گردباد لا اله خچه خلاص میکنم به سوی الی الله. آیدش روزی که از زور جنون، خیش را زین تندباد آرد برون. لا و الا ساز و برگی امتان، لای به اله یا که نفی به اثبات مرگی امتان. لا به اله نمی شود، ساز و برگ امتان لا اله الا الله است. لا اله توقش مرگ امتان، نفی به اثبات مرگ امتان می شود. از همین خاطر لا اله به الا الله نمی شود، نفی به اثبات نمی شود. همچنین لا اله الا الله به محمد رسول الله هیچ وقت نمی شود. هر کسی که اهل لا اله الا الله هست و اهل محمد رسول الله نیست، کافره. معنای گپ علامه اقبال این نیست که روس‌ها یک روز با اهل کلیسا میشوند، نه. علامه اقبال میگه که یک روز نه یک روز همین روس‌ها هم راه حق در مییابند، به سوی اسلام میل میکنند، مسلمان میشوند. امروز الحمدلله در روسیه پروسسی مسلمان شوی قوم های روس بسیار تیز و تند است. الحمدلله بسیار خوشو رفته است. خداوند که نگهشو بداره. یک برادر داریم با نام حاج قربان علی، همه 2 هفته قبل از این اسکندری برادرمون توی کرده بود. اسکندری که اعلانش کرده بودیم یا تو هسته در مسجد که مسلمان شده است، تویش کردن. یک دختره که صالحه افتن زنش دادن. بعد در توی اومدن رفیقای اسکندر، یکی نامش عبدالله، نامای روسیشون نمیگیم اکا، یکیش نامش عبدالرحمن، لباسای سنتی در بر، چنان زیبا و آزاده با این لباس اسلامی و سنتی. همین مردمی سفید پوستی روس هم قیمزه بکی چشمو اگر کبود باشه میپرسیش کک دیلا الحمدلله، کک здоровье الحمدلله، سبحان الله الحمدلله. ایران ببینه غرض محمد اقبال لاهوری همین است که یه روز نه یه روز این مردم نجات مییابند. مادام که عدالت میخواهند نجات مییابند. هر کسی عدل بجویه عاقبت الامر میایه به اسلام میرسه. لев Толстой، همون نویسنده بزرگ روسا، میگه предел совершенства совершенного человека اسلام. بلندترین نقطه انکشاف انسانی متمدن اسلام است. از این نقطه بالاتر نیست. تمدن بشری از اسلام نقطه بالاتر نداره. معنی گپش. علامه اقبال وقتی که سخن میگه همین را در نظر داره. پس لا اله الا الله به محمد رسول الله هیچ است. برادرای عزیز، امام مسلم روایت میکند از پیامبر صلی الله علیه و سلم، حدیث راوی اومد ابو هریره رضی الله عنه روایت کرده است که رسول خدا صلی الله علیه و سلم سوگند یاد کرد، والذی نفس محمد بیده، قسم به خدایی که جان محمد در قبضه قدرت اوست، لا يسمع بی احد من هذه الامه یهودی ولا نصرانی ثم يموت ولم يؤمن بالذي ارسلت به الا کان من اصحاب النار. هر کسی که گفت نام من را بشنود، از شریعت من باخبر می شود، او خواه یهودی باشد خواه نصرانی باشد و قبل از او که به اسلام
ایمان میارد اهل لا اله الا الله و محمد رسول الله میشود، اگر از دنیا بگذره او اهل دوزخ است. کتابی بدم فایدهش نمیکنه، اهل لا اله الا الله بدم فایدهش نمیکنه. پس کامل شدن این کلمه در صورت است که بعد لا اله الا الله محمد رسول الله باشد. به این کامل هیچ وقت نمیشه برادر عزیز. سبحان الله. و ما و شما الحمدلله اهل لا اله الا الله هستیم. بزرگترین کلمه، زیباترین کلمه، فاضلترین کلمه. پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم فرمود افضل ذکر لا اله الا الله، بهترین ذکرها لا اله الا الله است. از این ذکر بالاتر، از این ذکر بالاتر تصور کرده نمی شود. حضرت مولوی یک نظم دارد برای آنکه شما درک کنید که اهل لا اله الا الله چی مرتبه دارن پیش خدا، چی منزلت دارن، چی بزرگی دارن. انشاءالله همین نظم به سمتون میرسونم. حضرت میگوید آن مجوسی گبرکی آتش پرست بحر عزم هند در کشتی نشست. یک زردشتی، یک گبری زردشتی که در ایران زندگی میکرده است، به خاطر سکونت در هندوستان عزم سفر هندوستان اختیار میکند و به خلیج فارس رفته و در کشتی سوار میشود. در ایران مجوسی ها گبرها همیشه بدن، تا حالی را هستند. اینا ببینید در اسلام جمهوری، در ایران جمهوری اسلامی است، اما تا به حال طبق خبری که در آمار هست، در ثبت آمار، در استاتستیکا، زیاده از 10,000 آتش پرست زردشتی در ایران زندگی میکنند. اینا مثل این زردشتی ها و آتش پرستای ما نیستند که از پدر و مادر مسلمان تولد شده و بعد کافر شده باشند. نه، اینا پدر جد اجداد گذشته هاشو همش همون مجوسی و زردشتی بدیم. این شخصایی که بعد زردشتی شدن از اسلام یا بعد نصرانی شدن، اینا از زردشتی و از نصرانی ها به مراتب پستر و خورتر هستند. همین سگ قدر قیمت داره در اسلام، یک نرخ معین داره، اینا ندارن. اینا مرتدن. اکو وقتی که مجوسی و گبرکای ایران گفتیم در نظر داریم همون کسایی را که جد اجداد گذشته هاشو همش مجوسی بدن. و این یک دلیل بسیار قوی است بر ضد او شخصایی که متاسفانه امروز هم زبان کینه و کدورت دراز کرده و اشغالگران عرب میگویند دین اسلام هم میگن به ضرب آتش شمشیر پهن کردیان. والله این دروغ است. خدای تعالی در قرآن گفته است لا اکراه فی الدین، در دین مبین اسلام مجبوریت نیست. هیچ قوم و هیچ خلقی را مسلمانان مجبور نکردند که شما اسلام رو بپذیره. این گپ دروغی محض است. و بزرگترین دلیل انمو زندگی کردن گبرها در تهران بود. یک کوچه گبرها داشتیان، زیاده از 10,000 آدم زندگی میکنن. بازی هم دولت اسلامی است در ایرانه که کسی کارشون نمیگیره. همین زردشتی گبرک به خاطر سفر هندوستان خلیج فارس می روید، در کشتی سوار می شود. باد شورته کرد گمراهی رشید، باد کشتی غرق کن اندر رسید. قدرت خدای تعالی بحر طوفانی می شود، در بحر طوفان می خیزد. گبر نزدیک غرق آمد فراز، در تکاپو افتاد آن کارساز. این بیچاره گبر دید که طوفان موجش چند متر خسته است، کشتی بلند تلخش گفید. طوفان بحر بسیار دهشتناک است. حتی برای کشتی های امروزه که اقیانوسگر هستند، کشتی هایی که همش میدونه موتور دارن، با قوتن، بعضا میشوه که همون طوفان چپه میکنه این کشتی ها رو. چی برسد به عصرهای میانه که بیچاره کشتی های بسیار عادی داشتن، کشتی های بادباندار بود، اندک طوفانی سخت‌تر میشد در بین بحر میشدن، البته که غرق میشدن. گبر وقت طوفان ادی تلخش کفید، ناله میزد سوخته که نار نار، الغیاس زینهار. هر کسی بر ملت خود میتند، اعتماد بر اعتقاد خود کند. در وقت زور اومد هر کس خدا میگه، هر کس همون معبود خودش در مراجعت میکنه. این بیچاره علو پرسته یاخی دیگه چی بگم؟ علو با فریاد برس گفتسته یا نور نور.
گبر در آب افتاد و دست پا چون وزغ میزد ولی دور از نجو. وقتی این خانه سوخته ای آتش میگه به فریاد برس، البته غضب خدا 10 چندان میشود. کشتی غرق شد، این گبرک در درون آب زد مثل دیگر برادرایی که در کشتی سوار بودند. اگه بیچاره مرغاوی واری قلوچ میکشه و در او بحری بیکران از او قلوچ کشیدن تو چی فایده آیوخی؟ میزدی فریاد که ناری سنی قبله مقصود و معبودی منی، چند سالت کرده ام من بندگی، از تو دارم مردگی و زندگی. ناله داره در روی او که آتش مقدس یا آذرگوش است، این آذرگوش است و مکان آتش مقدس شده. چندین سری سال من عبادتی تر کردم، برای تو قربانی ها میکردم، پول میدادم، زام پرستیدم تو را اندر زمان، تا چنین روز رسی فریادی من. برای آن من تو را پرستش کردم که در همین روزی سخت دستگیریم کنی، غیری تو پشت پناه هم نیست کس. این را ببینید خدای تعالی اگر که خودش هدایت نکنه، عقل عاقلا هم عاجز است. بعضا یه شخص میبینی همین قدر عاقله، همین قدر زیرک بلاهای، اما از عبادت خدا دور، از رحمت خدا محجور. بعضا حیران میشه که این خونه سوخته این قدر عقل فراست داره، چرا همه حقیقتی را که حتی برای کورها عیان است نمیبینه؟ چرا این آفتاب درخشانی را که اگر چند کور نوری او را نمیبینه اما گرمیش احساس میکنه، از این غافل است، از این محروم است؟ فراموش میکنیم که آخه خداوند این بدبخت از هدایتش محروم کرده است. از کجا ببینه؟ از کجا بدونه؟ حکم شاه بر عقل بر گوش خرد، گر فلاطون است حیوانش کند. همه بیچاره هم گریه و ناله داره. زام پرستیدم تو را اندر زمان، تا چنین روز رسی فریادی من، غیری تو پشت پناه هم نیست کس، غرق آبم آتش و فریاد رس. از قضا ملاح مردی پخته، مانده بود نزدیک او بر تخته، خنده اش آمد از آن آتش پرست. یک ملاح مسلمان یا مریک چخونی کرده است، یک پوره شکستگی همو کشتی را بولوش در سوار شده است، در بولای همو اکا منتظر ایستاده است که کی طوفان خاموش می شود. خودش جانش در تلواسه، از این گریه و ناله های گبر خندش اومد. خنده اش آمد از این آتش پرست، گفت او را ای زیبادی عجب مست، آتشی که کرده ای او را پناه، عبد اوی و از او زینهار خواه، او همر چون تو در این 6 در بدی، حال او از حال تو بدتر بدی. ای رو درگور گفت آخه او آتشی که تو از او کمک میخواهی و دستی بندگی به سوی او دراز میکنی، اگر در جای تو میشید احوالش احوالی تو بد میشید. چه خیلی تو را ایدروی آب بگیره؟ او خانه سوخته خداوند تو را از خاک خلقت کرده است. آب اگر چند غرق تم که کنه نابودت نمیکنه، در آب محلیل نمیشه، حل نمیشه، نه که او آتش در یک لحظه نیست نابود میشه. او همر چون تو در این 6 در بدی، حال او از حال تو بدتر بدی. خالق آتش بود فریاد رس، غافل از دولت مشو ای هیچ کس. یک خونه سوخته گفت همون خالق آتش، او خدای بزرگی که آتش خلق کرد، توی ابله خلق کرد، دولت ثروت خلق کرد، پادشاه و مملکت خلق کرد، فقط همون به فریادت میرسه. دیر نشده است، توبه که لا اله الا الله محمد رسول الله بگو، به سوی خدا مراجعت که از خدا التجا که خداوند دست میگیره، فقط خدا تو را نجات داده میتونه. لا اله الا الله کلید جنت است برادرای عزیز. هر کسی اهل لا اله الا الله است، الکی در همین دنیا در دستش کلید جنت داره. دلش پر که کی رفتم در جنت باز بکرم و میدرو میرم. در حدیث اومده است از معاذ ابن جبل رضی الله عنه، پیغمبر خدا صلی الله علیه و سلم گفت مفاتح الجنت قول لا اله الا الله،
کلیدهای جنت انمی گفتن لا اله الا الله است. اما باز تاکید میکنم معنای این سخن اون است که هر کسی دروغکی هم لا اله الا الله محمد رسول الله بگه در صورتی که عمل نداشته باشد، عبادت نداشته باشد، دعوا کنه که من کلید جنت دارم، روش سیاه میکنم. بار حضرت وهب ابن منبه در نزد مردم موعظه میکرد درباره اعمال اسلامی، عملها، حکم عملها. بعد مردم تحذیر کرد که هشتونه در سر تو بگیره، غضب خدا را نیاره. هر کسی نماز خدا را نمیخونه، روزه خدا را نمیگیره، زکات مال نمیپردازه، او بدبخت البته به غضب خدا گرفتار میشود، او از جنت خدا محروم میماند. یک شخص گفت یا وهب الیس لا اله الا الله مفتاح الجنه؟ ای وهب گفت تو مرا چی قم ترسانی؟ آیا لا اله الا الله کلید جنت نیست؟ آیا پیغمبر صلی الله علیه و سلم نگفت که لا اله الا الله کلید جنت است؟ من در کیسم کلید دارم، تو ما را چی میترسونی؟ حضرت گفت بلا ولکن لیس مفتاح الا وله اسنان. گفت بله لا اله الا الله کلید جنت است، که خاک در سرت یگان کلید دیدی که دندانه نداشته باشه، کلید دندانه داره. فاذا جئت بمفتاح له اسنان فتح لك و الا لم یفتح لك. اگر کلید گرفتی آوردی، کلید در شکافی در قلف در توغری گرفته، در باز کرد، دندانهاش موافق باشه بعد در برود باز میشه. نه که کلید داشته باشه و دندانه نداشته باشه، یا دندانهاش موافقت نکنه، هیچ وقت در روی تو باز نمیشه. انا که دندانهای همو کلید 5 وقت نماز خوندن است، زکات مال دادن است، روزه ماه شریف رمضان داشتن است و برای کسایی که قدرت استطاعت دارن طواف خانه خدا را انجام دادن است که انشاءالله اینها موضوعهای صحبت آینده ما میشوند. مفصل انشاءالله هر هفته در یک موضوع با شما صحبت خواهیم داشت. و آخر دعوانا الحمد لله رب العالمین.